شما 10 تا از امامان 12 تا دارید، شما 10 تاشو نام ببر. امام اول علی. امام دوم چیه چندم؟ امام دوم کیه؟ خدا. امام دوم خدا. خب امام سوم کیه؟ بنده خدا. بنده خدا. خب امام چهارم کیه؟ نه چی بود؟ پنجم. امام چهارم کیه؟ ششم. ششم. خب امام ششم کیه؟ هفتم. خب امام هفتم کیه؟ هشتم. خب میدونم امام هشتم کیه؟ نهم. خب امام نهم کیه؟ دهم. اسمش کیه؟ اسمش امام خمینیه. امام 11 اسمش کیه؟ امام 11. ها؟ امام 11. امام 11 اسمش کیه؟ خدا. خدا. خب میدونم. خب امام 12 چی؟ چهارم. خب اسمش چیه؟ اسمش خدا. هم خدا. خب 3 تا ما امام داریم در کل. 3 تا بله. خب حالا میتونی از اول همه رو سری بگی اسمشون؟ چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، دهم. خب اسمشون رو بگو.